خودم واقعا از دیدن فیلم لذت بردم و الان وقتی میخوام بیا اینو بهتون توضیح بدم شگفت زدم. اصلا اسم فیلم کاری ندارم. وقتی اسم بازیگر نقش اولش میاد خودتون جذبش بشین. کلیه مورفی، بازیگر تمام عیار، بازیگر سریال پیکی بلایندرز و بازیگر فیلم اوپنهایمر که پارسال جایزه اسکار رو 2 دستی تقدیمش کردن. اسم فیلم استیوه. درباره یک مدرسه است، ولی نه یه مدرسه معمول. مدرسه که دانش آموزایی رها شدن به دلیل مشکلات اخلاقی، رفتاری، جنگ و دعوا از مدارس دیگه اخراج شدن. حالا توی این مدرسه دنبال یه مسیر تازه، دنبال یک امید. مدیر مدرسه استیو متوجه میشه که بازرگان میخواد مدرسه رو تعطیل کنه. حالا استیو میخواد مدرسه رو سر پا نگه داره. ولی واقعا استیو میتونه؟ مردی که خودش درگیر استرس و اضطرابه، افسرده است، مصرف الکل و مواد مخدره که البته اوضاع مدرسه هم کم تاثیرگذار نبودیش. توی این مدرسه یه دانش آموز هستش به اسم شاه. دانش آموزی که خانواده‌اش طردش کردن. دانش آموزی با گذشته و تیره و تاریک که نمیدونه آینده قراره چه اتفاقی واسش بیفته. دانش آموزی که ساکته ولی در درونش طوفان. یک قدم به جلو یا یک قدم به عقب میتونه باعث سقوط یا نجات بشه. یک روز یک گروه مستندساز میان که ببینن حوزه مدرسه از چه قراره. از شانس بد استیو اون روز تنش بالا میگیره. حوزه مدرسه وخیم میشه. دعوا، جنجال، جدل. حالا استیو باید نظم رو توی مدرسه برقرار کنه تا در مدرسه بسته نشه. استیو میره جلوی دوربین، لبخند میزنه، ولی لبخندش دروغینه. از درون داغون و پاشیده ولی جلوی دوربین لبخند. در واقع این فیلم حول محور استیو و شایر که هر کدوم در مقابل هم قرار میگیرن. استیو میخواد حال شایر خوب کنه و به جای شای هم داره حال استیو خوب میکنه و در واقع هر دوتا دارن به هم کمک میکنن. این فیلم یک فیلم جذاب بوده، حتما برید ببینیدش. اگر دوست داشتین میتونین بیان اینجا کامنت کنین و نظراتتون رو بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله گوشه رو هم بزنین و منتظر فیلم جذاب بعدی باشین که شگفت زدتون.